یه فرقی هست بین افتادن از طبقه 20 و افتادن از طبقه اول ساختمون. اونی که از طبقه 20 میفته میگه آه بوف، ولی اونی که از طبقه اول میفته میگه بوف آه. ولی صدای افتادن مقام عظما طفلی یه چیزی دیگه است، هیچ کدوم از اینا نیست. یه چیزی تو این مایه هست، آه بوف بوف آه آه بوف بوف آه 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 بوف، یعنی تو راه که داره میاد همینطوری از چپ و راست و چهارسم میخوره. خب کابینم ناکس بذار کنار با این مثال زدنه. خواهش میکنم آقای دکتر جسارت نباشه، ناراحت نشین، خونتون به جوش نیاد، ولی خودتون چند لحظه بزنین کنار بر دست بشینید تا یه استراحت کوچیکی بکنید. من خیر مقام عظما رو میخوام که این بحثو میکنم. این صدای بوف بوف که میگم مال این انتخابات لعنتیه. حرفم با همین جناح خودشونه که اونم 1000 تکه شده و بین انواع و اقسام جناح و جبهه از این حرفا. خجالت نمیکشین قلب مقام عظما رو میشکنین؟ نمیدونین که قلبی که بشکنه دیگه درست نمیشه نامردا. منم اولش که تاکتیکی بودم از این حرفای شوت سوسولی میزدم، ولی یه بار که بری وسط رینگ برات بیاد از چپ و راست و هوک و آپرکات، اون وقت پوزبانت بکنن گوشه رینگ، فکتو پیاده بکنن، دیگه این ادواتفارا رو میذاری کنار. اون وقت میری به داور التماس میکنی با همین دوتا دستکشت که وساطت بکنه که طرف هر چی دوست داره دلتو بشکنه، ولی به پک و پوز و فکت مخصوصا به دماغت کاری نداشته باشه. الان مقام عظما از خدا میخوان راضیه که خودشون که سهله دل هم پشتشون هم بشکنه، ولی تو گوشه رینگ انتخابات پوزبان نشن به این وضعیت مفلوکی که الان دوچار. آقای دکتر از این بحث بگذاریم. آقای دکتر فیروزآبادی یه مقاله نوشته در مورد استراتژی نجات انتخابات. بزن کنار بابا، اصلا حوصله این یارو رو ندارم. بدبخت گروبان گارسیا از اولش که مال این کارا نبود. مقام عظما هی میگفتن بذار یه تقلایی بکنه، بالاخره لنگ کفش کهنه است تو بیابون. عرض میکردم مقام عظما این لنگ کفش کهنه هم نیستا، حالا بذار یه راز استراتژیکی رو با خودت مطرح بکنم تا بفهمی راجع به چی صحبت میکنیم. تو میدونی که گاوا از اول شاخ نداشتن؟ نه خیر. بله از اول اینا شاخ نداشتن. از وقتی که شنیدن فیروزآبادی رئیس ستاد شده همه از تعجب شاخ در آوردن. آخه از خودشونه، میشناسنش دیگه. الان که مقالم نوشته دیگه به پاک گاوا یه شاخ اضافه در نیارن. روشن شد یا همچین بذارم که یه شاخی برای خودت در بیاری. آقای دکتر همه این حرفا به کنار، من فکر میکنم بهتر این مسخره بازی رو بذاریم کنار و وقت صرف انتخابات نکنیم. مگه خود امام نگفتن اگه همه مردم یه رأی بدن من یه رأی دیگه؟ حرف منه. ببین دوستانه بهت میگم شاید به زبون خوش روشن شی، نیاز به اعمال زور نباشه. دفعه دیگه که خدای نکرده حس فکر کردن به دست داد 5 دقیقه دراز بکش، این حسش میره، نگران نباش. بله درست میگین، برطرف شد دیگه فکر نمیکنم. و اما موضوع بعدی شرح شدن نظامه که میخوام بگم. این تقصیر آقا محموده. هرچی از این طرف و اون طرف به این آقا محمود گفتن که این یارو رحیم مشنگی رو ولکن، به خرجش نرفت که نرفت. حالا به خاطر یه مشنگ هیچی نفهم خودشون هم دادن دم برق. آقای راست میگی، مقام عظما از هر دری وارد شدن این از یه در دیگه قضیه رو پیچوند و انداخت اون طرف. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن با حاضر عرض میکردم. بله میفرمودن که بچه شوته همیشه از مادرش میپرسید مامان برم با این اکبر بازی کنم؟ مادر میگفت نه این اکبر آدم کار درستی نیست، آدم باید همیشه با دوست بهتر از خودش بازی کنه. شوته دوباره میگفت بابا پس اجازه بدید اکبر بیاد با من بازی کنه. روشن شد یا همچین بذارم که بری دنبال بازی. آقای دکتر میگن تو بحث‌های داخلی این جناح‌های خودرس که از جناح اصولگرا باقی موندن پشت سر مقام عظما صحبت از شکستن شاخ مبارک ایشون رو از این حرفا شنیده شده. یه نصیحتی یه دعوایی یه کاریشون بکنین خلاصه. آره من الان بهشون میگم که چی کار بکنن. نامردا حالا که مقام عظما زرت مبارکشون قمصور شده دم در آوردید، پس چرا اون موقع که به این وضعیت فلاکتبار نیافتاده بودن همتون خفقون گرفته بودید، زبونتون دراز نبود؟ تو کاش این سوالو نکرده بودم. شما که بدتر مقام عظما رو له و لورده کردید. اختیار داری. حرف تو در حقیقت یه انعکاسی از همین وضعیتیه که مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن با حاضر عرض میکردم. بله میفرمودن که خانومه بچهش بغلش بود،
سوار اتوبوس شد. راننده گفت خانوم بچه‌تون زشت‌ترین بچه‌ای که تو عمرم دیدم. زنه خیلی بهش برخورد. به مسافر بغل دستی گفت شنیدی نامرد چه توهینی به من کرد؟ مسافر گفت آره، به نظرم باید بری همین الان ازش شکایت کنی. این میمونو بده دست من برات نگه دارم، تو برو پیش رئیس خط اتوبوس شکایت کن. روشن شد یا همچین بزنم که تو هم بری شکایت کنی؟ شما که با بولدوزر رفتین رو خونه مقام عظما. ایشون که توی این مثال نه راننده اتوبوس بودن نه مسافر بغل دستی بودن. مادرم که خدا نکنه فقط میمونه اون میمون. نه ناراحت نشو، منظورم این نبود. دارم بحث اون چندین جناحو میکنم که رو دست مقام عظما موندن. به گیجه گفتن که این چند تاست، 2 تا انگشت بهش نشون دادن. گفت کدوم یکی رو میگی؟ تو مسابقه بوکس هم وقتی که طرف افتاده بود کف رینگ و زرتش قمصور شده بود و ستاره ها دور سرش رژه میرفتن، یهو نعره زد گفت صبر کنین، اعتراض دارم، این مسابقه چرا 4 تا داور داره؟ گفتم بخواب پسرم، ناراحت نباش، خوب میشی. میخوام بگم مقام عظما بذار استراحت خودشونو بکنن. تو چه کار داری به ایشون که حالا 4 تا جنا دارن یا 8 تا یا 19 تا؟ خواهش میکنم. چی خواهش میکنم؟ شما اومدین که ابرو مقام عظما رو بردارید زدید. مگه ابرو برش باقی گذاشتی؟ خب ببرم من که